برای سفارش این پیتزا من توی صف وایسادم. تمام کسایی هم که با من توی صف بودن فقط همین مدل پیتزا رو سفارش میدادن. و الان میخوام بگم که واقعا ارزشش رو داشت. ما هم درستش کنیم. آرد، نمک و شکر رو مخلوط میکنیم و مخمر رو توی آب ولرم حل میکنیم و به بقیه مواد اضافه میکنیم. این آسون ترین خمیر پیتزا که بارها توی پیج با هم دیگه باش پیتزا درست کردیم. من نکاتش رو براتون توی کپشن مینویسم. روغنم اضافه کردم، با قاشق هم زدم تا خمیر جمع بشه. بعد روی کانتر یکم آرد پاشیدم، خمیر رو برای 1 ربع ورز دادم تا اینجوری نرم بشه. ظرفمو چرب کردم، روش سیلیکون کشیدم هوا نکشه، دستمال گذاشتم نور نخوره و رفت 2 ساعت استراحت کنه. مایه این پیتزا چیکن آلفردو خامه‌ایه. سی رو تفت دادم، بهش مرغایی که نواری و نازک برش دادم و اضافه کردم. نمک، فلفل سیاه و آویشنم اضافه کردم. حسابی گذاشتم آب مرغ کشیده بشه. بعد قارچا رو اضافه کردم و باز هم حسابی گذاشتم آب قارچا کشیده بشه تا کامل سرخ بشه. اینجا دیگه گازو خاموش کردم، خامه رو اضافه کردم، هم زدم و الان دیگه مایه پیتزای من آماده است. بریم سراغ خمیری که الان حجمش 2 برابر شده. این مقدار خمیر برای 3 تا پیتزای 2 نفره کافیه. به 3 قسمت چونش گرفتم، با وردن یکم بازش کردم، کف قالبمو چرب کردم، خمیر رو توش گذاشتم و همینطور که میبینید با دست بازش کردم. این پیتزا نباید خیلی سنگین باشه. خمیر 5 پیتزا گذاشتم، مواد رو ریختم و رفت توی فرن. تا این آماده میشه بیا بریم بهت نشون بدم که اگه فرن نداری چجوری اونو توی تابه روی گاز درست کنی. تابه از حد معمول بیشتر چرب کن، خمیر پیتزا رو توش بذار، 5 پیتزا رو روش بریز، مایه رو روش بذار. بعد بذارش روی گاز تا آماده شه. نکاتش هم توی کپشن برات می‌نویسم. برای اون سیب زمینی خوشگلم کافیه که شما با هر وسیله‌ای که دارین سیب زمینی رو نازک برش بزنید. بعد از برش توی آب یخ بذارینش. بعد از 10 دقیقه آب کشش کنید، روی دستمال بذارین خشک بشه و توی روغن داغ سرخش کنید. الان دیگه پیتزای خامه‌ای من آماده شد. سیب زمینیای سرخ شده هم روش می‌ریزیم. الان دیگه پیتزای ما آماده است. طعم خامه‌ای این پیتزا و این سیب زمینی کرانچیش واقعا مشاله. اینم فاینال پیتزای ما توی تابه. می‌بینی خمیرش چقدر خوب پخته. اینجا جا داره که بگم طعم این پیتزا دیوونه کننده است.